سلام گاز، خوش اومدین به این ویدیو. ما اومدیم آموزش در مخفی بذاریم در ماینکرافت. بریم که آموزش رو یاد بدیم. من باشه مثلا جعبه ساخت و ساز مثلا میخواد بری جلو بیا عقب، من جعبه ساخت و ساز میذارم. شما مثلا هر چیز دیگه هم میتونید بذارید، مثلا میتونید یه دونه از اینا بذارید، بعد مثلا میتونید جعبه ساخت و ساز بذارید، هر چیزی دیگه. من جعبه ساخت و ساز میذارم، این بهتر. بعد من ویدیو رکورد کنم تا برسیم اینجا. چون ما اومدیم اینجا، من اینجا میخوام بسازم جمع زیرزمینی که میخوام بریم توش خونه بسازیم. بعد نم اینجا که ما اینجا یه دونه سنگ میذاریم، یه ابراکی پیستون اینجا، یه دونه هم جعبه ساخت و ساز. تمام. بعد میای اینجا ردستون کاری دیگه. مثلا شما میخواین تابلو بزنید، مثلا جای تابلو هم مثلا قشنگ میشه. این مثلا اینو میکنی بعد اینجا یه دیگه میکنی، بعد اینجا یه دونه اینجا. خب تمام. بعد دو سه تا دیگه هم واقعا نیاز داریم. خب تمام شده. بعد اینجا بعد اینجا یه دونه از اینه میذاری. بعد میای این در اینجا میشینی که میخوای چی کنی. من حالا چون میدونی هر بلاک من کندم. اینو میذاریم. هر شما هر بلاکی میخوایم بذاریم. فقط من اینو گذاشتم واسه آموزش. میذاریم اینجا. بعد میایم اینجا یه دونه اینجا میذاریم اینجا. هر شمشیر رو خواستیم بذاریم. بعد میریم میبینیم این قرمز شده. بعد میایم دوست کنیم بلاک میکنیم. اینجا یه دونه اینجا میذاریم همین. بعد این ردستون از اینجا میاریم میذاریم اینجا بس میکنیم به پیستون. بله دیگه. بعد چیز ما تموم شد. و بعد اگه میخواین چی کنی اینا این میره سر جاش. بعد دوباره اگه میخوایم بریم تو زیر زمین اینو میزنیم، بعد هم میشه در میریم توش. بعد اینجا هم نردبون میذاریم که اینجا توشونو درست میکنیم و توشو درست میکنیم. آره دیگه. من اینا رو چی کنم. ممنون بچه ها این ویدیو رو دیدین. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. و ویدیو لایک کنید، کامنت ها بزنید، سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو بزنید. لایک قرمز و لایک سفید و قرمزش کنین تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.